من به خلق عزیز و مهربانم، به کودکان و نورسان و جوانان، کلانسالان باری دیگر خاطر رسان میکنم. اگر به یاد داشته باشید، من در جلسه تاریخی 16 شورای عالی مملکت سوگند یاد کرده بودم. باز میگویم، تکرار میکنم، من همان امام علی رحمان، من همانی که تمامی هستی خودم را برای همین مردم، برای همین سرزمین، برای همین دولت اجدادی، برای خوشبختی همین مردم، آبادی و پیشرفت همین مردم، باز هم در عرصه بین المللی برداشتنی همین دولت تاجیکان بخشیدم.